حاج آقا ببینید یه لحظه، بنزین رو چرا 87 تومن کردین؟ قیمت جهانی. خب حاج آقا این ما کارگر همین رو به قیمت جهانی بهش بدین حقوقشه. نمیشه. ماشینا رو به قیمت جهانی بده. نمیشه. پراید مصرف سوختش هنده 8 تا کنوایه. این مصرف سوختش استاندارد جهانی کنه. اینم نمیشه. حاج آقا ببینید ما پراید نمیخری برم، رفتم تمام قطعات پراید یکه به یکه استاندم از لازمیت که کلن شد 15 میلیون. ها این 1 میلیارد دارن مثلا داخل ما. حاج آقا این که نشد هر وقت هر چند ما بگیره قیمت جهانی، هر وقت حقوقات ما رو من بدین به قیمت کوچه پس کوچه و گینو بیسا و حساب منه. خواهی ها من ارزون کنه بنزین بکنه 20 من. خدا پدر شما رو بیامرزه. انشالله ولش کنه. سیغه ها چنده حاج آقا؟ حالا 6 ماه چنده بره ما به در میاد؟